آیا می‌دانید که بعضن حیوان‌های بحری در دریا راه خود را گم می‌کنند و به ساحل‌ها آمده می‌رسند، یا در بین دریا به یگان جسم در می‌مانند و یا حتی توسط موج‌های دریا به ساحل‌ها پرتافته می‌شوند. در همه این حالت‌ها آنها از نجات دادن خود به طور مستقلانه عاجزند. به همین خاطر در برنامه امروزه چندین مورد از اینکه انسان حیوان‌های بحری را نجات داده است برای شما پیشنهاد می‌کنیم. یک گروه نجات بخش دریایی کوشش می‌کردند که این جانور عظیم جثه را از این بندها رها سازند، زیرا او در این بندها چند روز پیش درمانده بود که این درماندن مانع حرکتش میشد و به حیاتش خطر داشت. نجات این نهنگ 1.5 ساعت دوام کرد و بالاخره موفق شدند که او را نجات داده به دریا گسیل کنند. این نهنگ عظیم جثه‌ای که می‌بینید 30 تن وزن دارد و در نزدیکی‌های ساحل ریو د ژانیرو برزیلیا پیدا شده است. معلوم شد که این نهنگ هنوز کودک است و حتما مادرش را گم کرده به ساحل آمده است. برای برگرداندن این جانور به آب 200 نفر کوشش کردند و این کار آنها 24 ساعت دوام کرد. بالاخره آنها موفق شدند که جانور مذکور را دوباره به آب برگردانند. باز هم همین خیلی یک حالت و آن هم باز در ریو د ژانیرو. از این معلوم می شود که آبهای این منطقه خاصیت دارند که جانوران بحری را به ساحل می پرتایند. در اینجا هم مردم زیاد جمع شدند و ساحل را کندند تا اینکه جانور مذکور را نیز به بحر گسیل کنند و بالاخره موفق هم شدند. وقتی کارمندان ساحل را میکندند با نهنگ روبرو شدند که در ریگه ها درمانده است. آنها کمک کردند که نهنگ از خشکی اذیت نکشد. معلوم میشد که نهنگ 5 یا 6 ساله است و بالاخره آنها موفق شدند که جانور مذکور را به آب بازگردانند. این جوان وقت دلفین درمانده را در ریگ دید و فهمید که او زنده است، او را به آغوش گرفت و به دریا بازگرداند. بسیار صحنه احساس برانگیز. در اینجا دلفین های زیاد به ساحل رانده شدند. خوشبختانه در آن نزدیکی ها آدمان زیاد بودند و کمک کرده دوباره آنها را به آب بازگرداندند. این نهنگ که وزنش به 20 تن میرسید در یکی از ساحل‌های هندوستان درمانده بود. برای نجات او 3 گروه عبارت از 50 نفر کوشش کردند و بالاخره موفق شدند که او را به زندگی عادی خود بازگردانند. سال 2015 در نزدیکی‌های ساحل مکزیک شناوران کیتی را کشف کردند که در گردش تناب پیچیده بود. معلوم میشد که این بند از زمان خردسالی کیت به او پیچیده بود و وقتی شناوران کمک کرده بند را از گرد او کشادند، اثر بند در بدن او نمایان بود. این نوار از نروژ ثبت شده است. چنانه که معلوم می شود دلفین با بند بسته شده است و مردم کشتی چون او را می بینند بند را از او می کشند و او آزاد شده می رود.
اما یک چیز را خود من نفهمیدم دوستان عزیز. این دلفین با بند بسته شده است، اما بند وقتی بسته شده بود که دلفین حرکت کرده نمیتوانست. اگر شما چیزی فهمیدید میتوانید در کامنتاریا نویسید. این نهنگ نه چندان عظیم جثه که در ساحل‌های نامیبیا پیدا شده است، وزنش به 500 کیلو میرسد. سیاحانی که او را پیدا کردند به خلاصه آمدند که او را به آب برگردانند.